با تمنای شروع خوبی هفته نو، من شعله گلخوجه با اخبار امروز 26 مارت شما را همراهی میکنم. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوعهای روز. مقامات بحث میکنند مسافران سرگردان میشوند. در پی لغو 2 پرواز از فرودگاه یکاترینبورگ مهاجران تاجیک نتوانستند به وطن برسند. یک شنبه مرگبار آتش سوزی در مرکز تجارتی روسیه جان 10 نفر را گرفت. در میان قربانیان تاجیکان نیستند. ساعت 16:10 خبر سوختار در طبقه 4 مرکز سودا و تفریح نشر شد. در آنجا جای بازی کودکان و کینوتئاترها قرار دارند. و نیروهای ضد هوایی عربستان سعودی چند موشک بالستیکی یمن را بی‌ضرر کردند. پاره‌های موشک یک نفر را در شهر ریاض کشت. بیش از 300 نفر مسافران تاجیک در فرودگاه کلتسووای شهر یکاترینبورگ روسیه در مانده و زیاده از 13 ساعت منتظر پرواز هستند. پرواز هواپیماهای شرکتی اورالسکی آویالینی از یکاترینبورگ به دوشنبه و خوجند تا پگاه به تأخیر گذاشته شد. مارینا کارپنکا رهبر خدمات مطبوعات این شرکت سبب لغو پرواز را در سر زدن سوء تفاهم میان آنها و مسئولان ساحه آویاسیای تاجیکستان عنوان کرد. او گفت هواپیماهای شرکت تا هنوز اجازه پرواز به تاجیکستان را ندارند. عین زمان هر دو خط سیر هم دوشنبه و هم خوجند به تأخیر انداخته شدند. همه مسافران را با جای خواب در مهمانخانه تأمین کردیم. سبب به تأخیر انداختن پرواز سوء تفاهم با مسئولان تاجیکستان در دریافت کردن اجازتنامه پرواز است. ماجرای هوایی دوشنبه و مسکو از روز 12 مارت آغاز شد. جانب تاجیکستان شرکت‌های روسی را به نقض اصول برابری ایبدار ساخته اجازه پرواز نمیدهند. اما روسیه با تکیه به سازشنامه قبلا حاصل شده پرواز شرکت‌هایش را موافق به سازشنامه می‌دانند. با اطلاع کمیته تفتیشاتی روسیه بر اثر سوختار در مرکز تجارتی و فراغتی شهر کمیروی روسیه 10 تن جان باخته و مجروح شدند. سوختار روز یکشنبه 25 مارت آغاز شده چند ساعت ادامه کرد. عملیات گروه‌های نجات بخش به پایان نرسیده است. خیرامان بخوزاده با تفصیلات آخرین این حادثه. روز یکشنبه در سوختار مرکز تجارتی و فراغتی زیمنیا ویشنیا در ولایت کمیروی روسیه کمش 64 کس جان داده چندین نفر دیگر به نام و نشان هستند. خدمات نجات کافتوکاب بینی را ادامه می دهد و احتمال شمار قربانیان بیشتر شود. ساعت 16:10 خبر سوختار در طبقه 4 مرکز سودا و تفریح نشر شد. در آنجا جای بازی کودکان و کینوتئاترها قرار دارند. کمیته تفتیشاتی روسیه در این زمینه پرونده باز کرده است. خبرگزاری رویترز اطلاع می دهد که از 44 نفری که برای معالجه به بیمارستان انتقال یافتند روز دوشنبه همگی 10 نفرشان باقی مانده بودند. خدمات نجات می گوید بام بینا فرو رفته عملیات جستجو در طبقه های بالایی را دشوار کرده است. مقامات 4 نفر از مسئولان مرکز سودا را برای بازپرسی دعوت کردند. فعالان جمعیت تاجیکان مقیم ولایت کمیروی روسیه تصدیق کردند که در مرکز یاد شده تاجیکان هم کار می‌کردند ولی همه آنها سری وقت از بینای آتش زده بیرون آورده شدند. من همچنان رئیس جمعیت تاجیکان شهر کمیروی امن سر شدن امن حوالی کور من خبردار شدم سراز رفتیم همونجا ده انا بچه‌ی ما در اونجا توجیکو کور میکردن همون یک متر شورما بعد همون 3 متر در شکی او بفکر کرد و уже یک 3 ماه پیش کور باز کردن در اونجا یک توجیکو اونجا برام هم پجار سر شدن که همه برو اومدن همون ای 3 متر رو دم بودم برو اومدن انا تو آخر پجار استودیم خیلی خدا شکر یگان ملت توجیه دارم پجار پسرادت نکردم جدا. مرکز تجارتی زیمنیا ویشنیا سال 2013 به استفاده داده شد. حدود آن به 23,000 متر مربع می رسد و شامل ایستگاه ماشین ها، فروشگاه، بولینگ، مرکز کودکان و تالاری کینو است. رو می‌ریم با موضوع جهانی. دیروز عربستان سعودی مورد حمله موشکی از جانب یمن قرار گرفت. با وجود آنکه موشک‌های بالستیکی را نیروهای سعودی نابود کردند ولی پاره‌های آن قربانی و خسارات را در پی داشت. عبدالله شروف در این باره گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه 25 مارس مدافعه ضد هوایی عربستان سعودی 7 موشک بالستیکی یمن را خنثی کرد، ولی پاره‌های یکی از موشک‌ها در شهر ریاض بالای منزل افتیده یک نفر را به هلاکت رسانده است. این اولین قربانی در پایتخت عربستان سعودی در دوام 3 سال عملیات ائتلاف بین المللی در یمن می باشد. نیروهای سعودی قبل از نیمه شب 3 موشک را در حریم هوایی ریاض به ضرر کردند. موشک‌های دیگر در ولایت‌های نجران، جیزان و خمیس مشهد هدف مدافعه ضد هوایی عربستان سعودی قرار گرفتند. رسانه‌های سعودی نوشتند که موشک‌های از سوی خوثی‌های یمن پرتاب شده خنثی شدند، ولی پاره‌های موشک بالای یک منزل در شهر ریاض افتیده باعث مرگ یک شهروند مصر شده است. سخنگوی ائتلاف بین المللی می‌افزاید که در این حادثه 2 شهروند دیگر مصر زخم برداشتند. صاحب یکی از منزل‌های ضرر دیده خبرنگار رایترز را به خانه‌اش دعوت کرد. ما شاهد ترکیش نیرومند شدیم که منزل را تکان داده صدا و شمال را خیزاند. منزل زیان دید، ولی خدا را شکر تلفات جانی نداریم. تریزه هایمان شکستند و خلاص. خدمات حالتهای فوق‌العاده محلی الملقا ریاض مکان افتیدن پاره‌های موشک و زیان رسیده را تحقیق می‌کنند. در دوام 5 ماه گذشته 3 دفعه ریاض مورد حمله موشکی قرار گرفت. خبرنگار رایترز می‌نویسد که حوثی‌های شیعه مذهبی یمن توسط حمله‌ها به پایتخت عربستان سعودی توانایی خود را نمایش داده منطقه را با احتمال رقابت بیشتر ایران و عربستان سعودی مواجه کردند. در تاشکент کنفرانسی 2 روزه بین المللی سطح بلند اوید به افغانستان به کار شروع کرد. از تاجیکستان در این همایش وزیر امور خارجه سیروژدین اسلف اشتراک میکند. انتظار میرود که در کار این نشست پرزیدنتان ازبکستان و افغانستان شوکت میرزیویف و اشرف غنی سخنرانی کنند. قبلا گفته میشد که شرکتداران کنفرانس باید موضع مشترک را در زمینه دعوت برگزاری مذاکرات مستقیم و بدون قید و شرط میان حکومت افغانستان و طالبان بیان نمایند. شما برنامه خبری رادیوی آزادی را تماشا دارید. معیوبی میتواند زندگی هر نفر را برای همیشگی تغییر بدهد و بخصوص سربازان آمریکایی را که هنگام خدمت در ارتش زخمی میشوند. ولی در ایالات متحده معالجه مناسب کمک میکند که سربازان معیوب به زندگی نو و زود مطابق شوند و به جامعه برگردند. اما وضع سربازان معیوب افغان دیگر است. گزارش تلویزیونی صدای آمریکا را همکارم طاهری سفر تقدیم میکند. یک روز آفتابی افسر امریکایی جانی جونز در ولایت هلمند گشت میزد که بناگاه مینه ترکید و زندگی سرباز امریکایی را برای همیشه تغییر داد. جانی از هر دو پایش محروم شد. وقتی در آلمان بیدار شدم، نخستین فکری که به سرم زد این بود که آیا زانو دارم؟ یک زانو کمک زیادی می کند. اما پرستار آشکارا گفت که من زانو ندارم، ولی صحتم و می توانم راه بروم و زندگی کنم. جانی 8 سال در صف نیروهای دریایی امریکا خدمت کرده به عراق و افغانستان هم سفربر شده است. بعد زخمی شدن حکومت امریکا با او جبران مالی داد، با معالجه و تحصیل و منزل تامین کرد. اما داستان رفیع الله کنری سرباز افغان که در کنار امریکایی ها می جنگید دیگر است. خبرنگار صدای امریکا هنگام دیدار با جانی در خانه‌اش در نزدیکی شهر اتلانتا عکس سرباز معیوب افغان را به او نشان داد. آرزو دارم روز کسی مثل اینها به من کمک کند که با پای خود راست شوم، مثل جانی از عهده خود برایم. اگر ما در همین وضع بمانیم با این مشکل زیاد نمیتوانیم زندگی را پیش بریم. با گفته بعضی از مقامات افغان سربازان باید از حکومت نفقه بگیرند، اما رفیع الله میگوید هیچ پول نگرفته است. جانی جونز با هم تقدیر افغانش که با مشکلاتش تنها مانده است احسان میخواند. دیدن وضع رفیع الله هم الهام بخش و هم دلرش کننده بود. با دیدن او من از امکاناتی داشتم شکر میگویم، اما به او میگویم که به من نیرو میبخشد. هر عذابی که نکشیده است ولی زندگیش را ادامه میدهد. رو به گدایی نآورده است. از چشمانش معلوم است که او مبارز است.
جانی جونز و رفیع‌الله کنری دو سرباز یک میدان نبردند. هر دو برای مطابق شدن با زندگی بیرون از ارتش با چالش‌های نو روبروند. برمیگردیم به توجیکستان. در توجیکستان هنوز تنتنه‌های نوروزی ادامه دارند. بعد از ظهر امروز در دوشنبه سبقت گوشتی ملی برای دریافت جام پایتخت 2018 برگزار شد. در این مسابقه بازی جمهوریوی حدود 30 ورزشگر از شهر و ولایت‌های توجیکستان شرکت داشتند. قرار است فردا رئیس جمهور امامعلی رحمان در معرکه بخشیده به نوروز در شهر پنجکند اشتراک نماید. ضمناً دیروز نوروزی پایتخت در نوروزگاه برگزار گردید. مقامات میگویند برای تنتنه‌های نوروزی رسمی در شهر دوشنبه تقریباً هزارها دانشجو، هنرمند و آوازخوان آمادگی دیدند. برنامه را ادامه میدیم. اخیراً در مزایده سودبیس یک جامعه قدیمی سوخته که به احتمال زیاد در عصر نو و یا دی میلادی با ابریشم بافته شده است به فروش رفت. جامعه با نقش و نگاری دوران زردشتی آرا داده شده است. از اینجاست که این جامعه نادر با نرخ خیلی قیمت فروخته شده است. همکارم عبدالله شوروف در این باره زیادتر میداند و حالا با ما از استودیوی مرکز خبری میپیوندد. عبدالله، آیا درباره این جامعه چی معلوم شد و خریداران چطور جلب شدند؟ ولی شهلا این جامعه سوخته است طوری که خانه مزایدوی سودبیس اعلان کرده است. تشخیص آنها نشان داده است که این جامعه خیلی قدیمی، انقدرش از عصرهای 9 و 10 ماه است، میلادی است و تشخیص آنها نشان داده است که تمامی قسمت های این جامعه از ابریشم خالص بافته شده است و رنگ اکثریت این جامعه البته زرد است ولی نقش و نگارهای با رنگ سرخ نیز دارد و در آن طوری نوشتند کارشناسان این خانه مزایدوی دو عکس دو جانور، یک غزال و عکس پرنده ها انعکاس شده است و به نوشته مورخان این خانه مزایدوی هرچند این جامعه مال دوران سامانیان است اما در آن عکس های منعکس شده است که از پیشینه تا اسلامی تاجیکستان یعنی از پیشینه زردشتی تاجیکستان گواهی میدهد، چون نقش و نگارهایی که در آن تجسم یافتند این بیشتر مربوط به فرهنگ زردشتی است. نرخ نخستین این جامعه اصلا 100,000 پوند بود اما در جریان مزایده نرخ آن تا به 802,000 پوند و یا بیشتر از 1,118,000 دلار رسید و در نهایت با همین نرخ به فروش رفت. شاید سوال دیگری که در ذهن اکثریت حالا چرخ میزند، جامعه که از آسیای مرکزی است چطور در بریتانیا پیدا گشت؟ متاسفانه شهلا خانه مزایدوی سودبیس در مورد تاریخی مالکان این جامعه تا هنوز معلومات نداده است و معلوم نیست که چگونه این جامعه تا به بریتانیا رسیده است و همچنان خانه سودبیس همچنان خریدار کنونی آن را نیز آشکار نکرد تا به حال. عبدالله، این بار اول نیست که در بریتانیا میراث فرهنگی آسیای مرکزی رو میزند. فعلا جواهرات تخت سنگین هم در آثارخانه بریتانیا است و تاجیکان و دیگر مردم منطقه از دیدن میراث خود محرومند. آیا اقدامی در این رابطه امکان پذیر است یا نه؟ همین گونه میراث‌های فرهنگی تاجیکستان زیاد در موزه‌های مشهور دنیا حالا پهن و پریشان هستند. از جمله در موزه ارمیتاژ شهر سنت پترزبورگ روسیه نیز میراث زیادی تاجیکستان که از امارت بخارا به غنیمت برده شده است محفوظ است، اما هنوز به نظر نمی‌رسد که تاجیکستان برای برگرداندن این میراث فرهنگیش تلاش کرده باشد. در سالهای 90 در جریان جنگ شهروندی نیز ضمناً از موزه‌های تاجیکستان و از جانب افراد علاهیده برخی از میراث فرهنگی تاجیکستان باز هم ربوده شد و حالا در موزه‌های مشهور دنیا پهن و پریشان است. البته تشکر عبدالله. متاسفانه سودبیس اسم خریدار را فاش نمی‌کند و معلوم نیست که این جامعه گران ارزش مالک کی شده کند. و شاید در صندوق‌های بی‌بی‌های ما در منطقه‌های دوردست تاجیکستان هنوز هم چنین میراث‌های نادر وجود دارند که خیلی ارزشمندند و ما درباره آنها چیزی نمی‌دانیم. اما تفصیلات این صحبت و خبر بیشتر درباره جامعه قیمت رو در سامانه ما www.azadi.org می‌توانید پیدا کنید و نیز اگر می‌خواهید دائم در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید و نوارهای دیدنی رادیو آزادی را تماشا کنید، پس آزادی ویدیو یوتیوب برای شماست. تشکر که امروز نیز با ما بودید و تا برنامه فردا خدا نگهدار.